10 میلیارد دلار در سال فقط در بخش خصوصی صادرات داریم. این را یکی از اعضای اتاق بازرگانی میگوید و معتقد است یکی از راه‌های افزایش صادرات اصلاح مدیریت آن است. این 10 میلیارد رو انگار فکر کنیم یه حوزه، اجازه بدیم بخش خصوصی خودش مدیریت کنه. من پوشاک صادر کردم، یه قطعه فلزی، یه قطعه ماشینالاتی رو میخوام بردارم بیارم، خود بخش خصوصی بده بستون کنن، انگار به قیمت ارز این کارو داریم میکنیم. در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مشاور رهبر انقلاب، رئیس اتاق بازرگانی تهران عقیده دارد باید یک برنامه مدون در حوزه واردات کالاهای اساسی صورت گیرد. تدوین برنامه‌ای برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بدون انتقال ارز، بدون شرط آقای بانک مرکزی. شرط بانک مرکزی میگه که آقا جان این باعث منشأ ارز معلوم میشه. خداوکیلی آقای دکتر اگر اینو ما حلش بکنیم من مطمئنم بیش از 12 میلیارد دلار پول داخل کشور وارد میشه. نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی هم هدایت منابع به سمت ظرفیت‌های مولد را در گروه تعامل دولت و بخش خصوصی دانست. من معتقدم در کشور منابع وجود داره، منتها هدایت کردن منابع به سمت ظرفیت‌های مولد اگر محیط اقتصاد رو اصلاح نکنیم شکل نخواهد گرفت. بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و الان مکانیسم ماشه از هر زمان دیگر خروج دولت از اقتصاد برجسته‌تره. به گفته رئیس اتاق بازرگانی یک از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها در بخش اقتصاد برون سپاری طرح‌ها به بخش خصوصی است. نیاز است که همکاری بیشتری و زیرساخت‌های بیشتری را برای برنامه‌های بخش خصوصی از طرف مسئولین فراهم بشه. این گفتگوها در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مشاور رهبر انقلاب بیان شد. آقای مخبر هم در پایان بر اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان تاکید کرد. ظرفیت‌های کشور هم فوق‌العاده است. بزرگترین ظرفیت کشور هم انسجام ملی مردم و پایبندیشون به مسائل و منافع ملی کشوره و به نظرم اونی که راه حل اصلی گذره از این که ما باید این دوران رو بگذریم فعال کردن بخش خصوصیه. اگر ما به بخش خصوصی اهمیت بدیم، بستر فعال شدنشون فراهم کنیم، مقرراتی که دست پا گیرند برای فعالیت این عزیزان رفع کنیم، انشالله با کمک این عزیزان این دوره رو پشت سر خواهیم گذاشت. رعنا زربانیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.